سلام بچه ها، خوش اومده به یه ویدیوی جدید از چنل الکس گیمینگ. امروز قراره که داخل رددمپشن 2 با هم بریم تو جزیره گواما بدون هیچ مودی. پس بدون هیچ معطلی لیتس گو. بچه ما برای اینکه بتونیم بریم تو جزیره گواما لازم داریم به چند تا وسیله مثل مشروب و آره فقط مشروب میخوایم، با چی دیگه هم نمیخوایم. هم خب بچه الان ما باید بریم اون طرف دیوار که رجستا بهمون اجازه نمیده، ولی ما یه روشی پیدا کردیم تو شما باید بتونیم بوت وایسید و چند تا مشروب بخورید تا حالتون بد شه و اون ولی مپ بازی ظاهر میشیم. یعنی ما باید مپ بازی در واقع خارج شیم تا بتونیم بریم تو جزیره گواما. الان در واقع با مپ بازی خارج شدیم. چند دقت کنین اون دیوار اومدیم بالا. حالا یه دونه دیوار دیگه هم دیوار است. الان با اونم بریم بالا. خب ببین بچه ها، دقیقا جزیره گواما سمت جنوب شرقی بازی، یعنی شما باید جنوب شرقی بازی پیدا کنید و به سمت همون جنوب شرقی هم حرکت کنید تا بتونید بهش برسید. الان یه دیوار دیگه پیدا شد، حالا همینجوری باید بیایم دور بخوریم اون باید که بتونیم ازش بریم بالا. خب دیگه دیوار آخر
رفتیم بالا دیگه لازم میشه دیوار بریم بالا. حالا باید بریم سمت جنوب شرقی، یعنی هم گواما. خب بچه ها بعد این همه مسجد جلال میرسید به همچنین تپه که اگه دیدینش یعنی مسجد تو الان درست اومده. برامچی بعد ادامه بدی به مسجدتون. الان تقریبا نزدیک شدیم به جزیره گواما. چون نقشه هم بزنید جزیره گواما تو نقشه ظاهر شده. اصلا این جزیره هم بدید تا برسیم به جزیره. الان تقریبا نزدیک شدیم به انتهای مسیرمون و وقتی شما رسیدید به اینجا با همچین صحنه رویشه که برای اینجا بپرید و شما وقتی پریدین میمیرید و بعدش داخل جزیره گواما ظاهر میشید. خب بچه ها امیدوارم تا این ویدیو لذت برده باشید و لایک فراموش نشه، یه کامنت کوچولو بذارید و حتما نظرتون رو برام بیان کنید و سابم فراموش نشه. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.